39 مسئله 39 هم حل می‌کنیم بچه‌ها. مسئله 39 چی میگه؟ میگه ما توی کلاسمون یه لوله رو گذاشتیم توی آب و ثابت کردیم که میتونه به اندازه ارتفاع بالا بیاد، اسمشو گذاشتیم ارتفاع نورانی. الان من اگه دو تا شیشه نازک و کنار هم فرو کنم تو آب، باز آب از وسطش بالا میاد، آره میاد. میتونیم حساب کنیم، برای حساب می‌کنیم. خواهی نداره شکل رو نگاه کنید بچه‌ها. من اینجا یه آبی داریم، اینجا یه آب. خب بعد میام دو تا صفحه شیشه نازک رو در واقع اینجوری میذارم توش، یکی اینجا، یکی همون برتر. ضخامتش رو کتاب گفته 1 میلیمتر، ما اسمش اجازه بدیم بذاریم تی. دو تا شیشه رو اینجوری با هم کنار هم فرستادیم. از من میپرسید که این شیشه ها عمود بر تخته یا در این راستایی که تو دستت گرفتی چندن؟ میگم اونم بیا میکشیم شکلشو. شکل کتاب کشیده شاید برای همکلاسان مفهوم نبود که این چیه. این صفحه نگاه کنید بچه‌ها. بریم از توی این حوض اینو اینجوری نگاه کنیم. چی می‌بینیم؟ یه صفحه می‌بینیم که رفته تو، بعد این صفحه هم اینقدر عرضش. این اسمشو میذارم L. کاغذ دارم، یه کاغذ دستم گرفتم، این یه کاغذ هم دستم گرفتم، این از این نما این شکل اولی هست دارید میبینید، دو تا صفحه اینجوری گشتم. از این نما هم بهتون دارم دومی رو نشون میدم. یکیش این صفحه است، اون پشتی هم عیناً پشت اینا دیگه، درسته؟ حالا سوال اینه که اگر من اینو بذارم آیا آب وسط این تا اینجاها بالا میاد یا نه؟ و اگر بالا میاد این ارتفاع رو برای من به دست بیار چقدره؟ حسابش کنیم. صورت مسئله پس کاملا معلومه من دنبال چی میگردم. میگم باشه بچه‌ها، فرض کنیم که آب بالا میاد و میاد اینجا وارد. اینجا میخوام شکلش رو بکشم، آب تا اینجا ها میخواد بالا بیاد و باز. درسته میخواد اینجوری بشه. به من کمک کنید، این آبه اومد اینجا وایساد، آیا قبول دارید که برآیند نیروهای وارد برش صفر شد که ایستاد؟ استاتیک اتفاق افتاد. یه لیست کنید ببینید چه نیروهایی به این وارد میشه. ساده ترینش وزنش. وزنش به کدوم طرف بچه‌ها؟ به سمت پایین. اگر بگم وزن مخصوصش گاماه، گاما ضرب در وی میشه وزن. حجم آبی که اومده بالا رو میتونید حساب کنید. این ارتفاعش اچه، این طولش هم بچه‌ها ال، ضخامتش هم که تیه. قبول دارید حجم آب بالا آمده چقدره؟ H ضرب در T ضرب در L. اینقدر اون وسط اومده بالا و طبیعتاً وزنش چقدره؟ مثلا با گاما ضرب در گاما ضرب در V. اون وزنش چقدره؟ خب حالا به من بگید چی اینو بالا نگه داشته نمیفته؟ آیا جایی سراغ دارید که مایع، جامد، گاز کنار هم قرار گرفته باشن تو میشه؟ دقیقاً اینجا رو نگاه کنید، اینجا دقیقاً این نقطه این خصوصیت رو داره بچه‌ها؟ همینو داره همون داره. این نقطه میتونید ببینید این آخرش میشه یه طول دیگه. کدوم طولا میشه؟ یه علمت یه علمت اون ور دیگه، نه؟ تموم شد. پس من میگم اینجا یه نیرو داره وارد میشه، زاویه‌اش توی شرایط آب و شیشه تتاشو میدونید چنده بچه‌ها؟ نه؟ معمولا صفره. برای آب و شیشه تمیز این تتا صفره، چون گفته بود شیشه و آب و اینا منظورش این که تتا رو صفر بگیر. اگر تتا رو صفر بگیرم انگار میتونم به جای اینکه این خط رو بکشم اینو قائم بکشم، ولی حالا تتا رو صفر نوشتم. کمکم کنید. نیروی موینگی چقدر بزرگواران؟ میفرمایید زیگما ضرب در L، چون یکی این ور داره یکی اون ور، می‌نویسم 2 تا زیگما. دیگه نیروی هست اینو بکشه بالا، دیگه نیروی هست اینو بکشه پایین. همین 2 تا هم. اگر این 2 تا به تعادل میرسن، هم دیگه رو خمسا می‌کنن، پس مساوی بنویسیم دیگه. نتیجتاً چی میشه؟ میشه تو این شرایط 2
سیگما ال مساوی میشه با H گاما H L T. و وقتی داریم حل میکنیم همونطور که دوست خوبمون فهمیدن الا با هم ساده میشن، دوباره H میگشتیم دیگه، H میشود 2 سیگما به روی گاما تی. تموم شده رفت. به همین سادگی. الان که حل میکنم بچه ها میگن راست میگه سخت نیست، فقط یه کوچولو بهتون بگم آقا این حواستون باشه، اون حواستون باشه. حله. کتاب این کارو کرده بچه ها. اون موقع که داشته اینا رو حساب میکرده به جای این گذاشته 1، به جای این هم گذاشته 1. شاید وقتی نگاه میکنید گیج میشه که چرا این گذاشته 1؟ ما که ال گذاشتیم مگه چه اتفاق افتاد؟ آخرش دو طرف زدیم دیگه. اونم با علم به این که این بعداً قرار ساده بشه گفت من به ازای واحد طولش رو حساب کنم. من اینجوری منطقی تر آدم خیالش راحته، من چیکار میکنم دیگه، ال میذاریم الا رو میذاریم بس هم بره. اینم